مقابل حریفش دیمیاننکا ویکتور ورزشگر 28 ساله قزاقستان رقابت میکند. از آغاز رقابت همان ترتیب مشاهده میکردیم. اینجا شور و شوق مخلصان سعی جلال گویان در هومو آرنا واقعا طنین انداز بود و از این برمیآید که در برابر تشویقگران جودوی تاجیک در هومو آرنا، این سالن که ورزشگران از نزدیک قوازمایی ها را تماشا دارند، ورزشگران و طرفداران ازبکستانی نیز به ورزشگران ما مخلصی دارند و باشد که این مخلصی را ورزشگران ما نیز به اینابت گرفته آن هنر و استعداد و قدرت خویش را بر روی حریفانشان بکشند، با روش های جذاب و دیدنی پرتابی بعد دورهای بعدی را خط بگیرند. سعی جلال سعیدوف در صورت پیروزی بر مقابل این حریفش می تواند که به دور 4-1 نهایی را خط بگیرد و در دور 4-1 نهایی بر مقابل حریفش از بلاروس رقابت کرده به مرحله نیم نهایی را خط بگیرد. اما آیا این توانی این را دارد یا نه وقت نشان خواهد داد. دوستان عزیز، امروز 4 ورزشگر تاجیک در میان سنگین وزن ها هنرنمایی کردن. از وزن 90 کیلوگرم شروع کرده است. در 5 ورزشگر در وزن 90 کیلوگرم کامرانشاه استاپیریان از دور مسابقات حذف شد. در وزن 100 کیلوگرم شریف جان نظریف و این هم سعی جلال سعیدوف است که هنرنمایی دارد برای راه یافتن به مرحله 4-1 نهایی. و اینچنین 2 ورزشگر تاجیک در میان سنگین وزن ها، یکی تیمور رحیموف و دیگری شکر محمد میر محمدوف. شکر محمد میر محمدوف از دور مسابقات حذف شد ولی از تیمور رحیموف هنوز امید داریم دوستان و ببینیم که امیدواری طرفداران گوشتین جودوی تاجیک تا کدام حد از سوی شکر محمد میر محمدوف برآورده می شود. به هر حال فعلا سعی جلال سعیدوف را تماشا میکنیم، با روی دستان حریفش فعلا کار میکند. اکنون کمیکات از قسمت پشت گریبان حریف و یک اصول ضربه آیی بر پشت پای حریف تا جای محکمتر نمی رسید، همون اشی برای یک اصول ضربه آیی با پای چپش سعی جلال سعیدوف این روشی ضربه آیی را بسیار خوب اجرا میکرد در رقابت های بعدی. ولی ببینیم تا اینجا سعی جلال سعیدوف 2 شیدا دارد، 2 شیدا و دویمین شیدا نیز با سبب کمکاری نه یک طرفه داشتن بر ورزشگر قزاقستان دیمیاننکا و باز هم حرکات تکنیکی سعی جلال سعیدوف با پایهایش به نظر می رسد که سعی جلال در مقابل حریفش از آن ضربه های فنی بسیارتر کار می گیرد. ولی باشد که این در عمل تطبیق بگردد. یک شیدای دیگر ببینید از دور مسابقات ورزشگر قزاقستان بیرون شد از مربع. این در بسیار حالت ها می تواند که به شیدا آورده رساند ولی این داوری استریایی چرا خاموش است، شیدا نمی دهد وگرنه سعی جلال را در دور بعدی رقابت ها می دیدیم. ولی به هر حال هنوز فرصت هست شاید داوران اکتیو یا فعال بودن ورزشگران را در همان ضربات فنی بینند. ولی تا کجا این ورزشگران از این استفاده میکنند؟ سعی جلال نباید از حریف راهی گریز جست و یک تامای نگه و اگر وزری به ها گذاری شود حال سعی جلال سعیدوف تباه خواهد شد. همین طور هم می شود در ثانیه های آخری وقتی اساسی با یک روش تامای نگه همون فند خواب سعی جلال سعیدوف به حریفش یک امتیازی وزری هدیه کرد و او به مرحله بعدی رقابت ها در صورتی که 24 ثانیه پایانی وقتی اساسی را سعی جلال سعیدوف یک حرکاتی باز همان اساتوگری به آخر برد اگر نتیجه برابر خواهد شد. از شفت یا کناری تعتمی نیز محمد مراد عبدالرحمانوف خیلی نگران است و هیجان زده از آن است که چرا در ثانیه های پایانی به حریف واگذار کرد یک وزری را. این
ثانیه‌های پایانی برای ورزشکاران ما خاطراتی تلخی دارند. این رو هم در روزی گذشته رقابت‌ها ما مشاهده کردیم که در 2 ثانیه 3 ثانیه پایانی او خواجه‌زاده بهروز از مشت خش مدال طلا را افشانید. ولی این بار سید جلال سعیدوف از دور رقابت‌ها در مرحله دوم کنار رفت یا حذف شد. به همین طریق از میان ورزشکاران وزنشان 100 کیلوگرم 2 ورزشکار ما نیز از دور مسابقات حذف شدند. امید یگانه ما به تیمور رحیموف است آنه که در میان ورزشکاران وزنشان تا 100 کیلوگرم رقابت خواهد کرد.